این جنگ با سبب مقاومتی مردمی شجاع، مردمی سربلندی اسفرد، چارکوز، سرخ و واروخ پیوست. یعنی این جوابی یک مردمی مظلومی بود که مدت چند سالها یک کلتک از دست رحمانوف می‌خوردن، یک کلتک دیگر از دست قرقیزها می‌خوردن. این مقاومت مردمی قرقیز بود که بر علیه قرقیزها برای حمایت جوابی چیکار کردن؟ جواب دادن. اما در اینجا یتیم و ورف این همه را برباد داد. این همه شهیدها، این همه قربانی‌ها گویا که برباد رفتند. حالا طرف قرقیزستان دارد با جرأتانه زمین ما را غصب کرده است، با جرأتانه زمین ما را گرفته است و قهرمان‌های ما رفتند این زمین‌ها را پس گرفتند. یتیموف رفت با یک امضا همه زمین‌ها را باز دوباره تسلیم کرد و از آنها خواهش دارد که به ما راه دهید. و همچین بک در یک اظهاراتش دیروز که در مسئله یک سازش بین دو دولت برآوردن، خمچینبک برآمد امروز گفت که این طور نیست، ما خریده‌های سال 1924 را قطعی 27 و 89 این خریده‌هایی که هستند و تیپوگرافی‌هایی که هستند ما این را قبول نداریم. این چی گفتنی گپ؟ این گفتنی گپ که وقتی که قرقیزها زمین‌های ما را پورا در اختیار خودشان قرار می‌دهند، بعد ما می‌توانیم از آنها شرطنامه الهیده بندیم با بین قرقیزستان و تاجیکستان که شهروندان ما را اجازه دهند که مال و کالاهشان قطعی از طریق مرز قرقیزستان و از طریق مرز قرقیزستان که زمین‌های خودمان گذاریم در واروخ برسیم. یعنی همچین بار گفته ایستاده است که یگام دالان، یگام راه برای به واروخ رسیدن ما وعده نکردیم با تاجیکستان، با تاجیکستان هیچ نمیتیم. واروخ انکلاو است، اگر که واروخ خواهند واروخ ما چیکار میکنیم؟ ایواز میکنیم. این یعنی نشانه آن است که حکومت رحمان در گفت و شنید بای داد، در وسایل اخباری آمد بای داد. مسئله قرقیزستان تاجیکستان با بودن رحمانوف روی حل خود پیدا نمیکنه. اگر رفت و رحمان این مسئله رو حل کرد، بدانید که رحمانوف زمین تاجیکستان رو به قرقیزستان داد. آن قشلاق‌هایی که در زمین‌های تاجیکستان برپا شدگان، رحمان این زمین‌هایی که قرقیزها آمدن در زمین بابایی ما خانه ساختن، این زمین‌ها رو ما از دست دادیم. رحمان رو متهم است پیش قرقیزها، متهم به خاطر که این مواد مخدر دامادش ظاهر، به خاطر مواد سوزشواریش شمسون صاحبوف آماده است که این زمین‌ها رو تیان و پیش قرقیزها هم. قرقیزها با راه زوری و تجاوز میخواهند زمین تاجیکستان رو گیرند. ما در عصر 20 با دخالت ابرقدرت‌ها، با زوری، با شکنجه، با تجاوز ابرقدرت‌ها روسیه زمین‌های ما رو گرفتن، چیکار کردن؟ تقسیم کردن به دیگر کشورها دادن. حالا یک بار حفظ یک پارچه وطن برای ما یک مسئله حساس است. قرقیزها باید آشکار این مسئله را بدانند که یک پارچه زمین برای مردم ما یک چیز حساس است. چون ما تاجیک‌ها خیلی زمین‌های کلان داشتیم، قسمتی از زمین‌های ما در دست شما است و شما در این زمین‌های ما زندگی دارید و ما دیگر راهی عقب نشستن و عقب گذاشتن نداریم و ما برای یک پارچه زمین ما با هر راهی باشد حمایت می‌کنیم. ولی هر راهی که باشد رحمان رو باشد ما در اینجا بای میدیم. چرا؟ حالا این شهید دادیم، مردم رو قربانی کردیم، مردم در اینجا رفتن قربانی شدن، جان خودشون دادن، رفت یتیم با یک امضا همه چیز رو داد، برگشت و اومد، همه چیز خوب است. اصلا انا همین جنجالی که در مرز شد به منفعت نه حکومت رحمانوف بود نه حکومت قرقیزستان بود. اگر گیریم هر دوش خواستاری این جنگ نبودن، نه رحمان نه حکومت قرقیزستان. اما این جنگ با سبب مقاومتی مردمی شجاع، مردمی سربلندی اسفرد، چارکوز، سرخ و واروخ پیوست. چون اینها از ظلم قرقیزها بدات آمدند، چون اینها از ظلم تجاوزهای قرقیزها بدات آمدند. یعنی این جوابی یک مردمی مظلومی بود که مدت چند سالها یک کلتک از دست رحمانوف می‌خوردن، یک کلتک دیگر از دست قرقیزها می‌خوردن. این مقاومت مردمی قرقیز بود که بر علیه قرقیزها برای حمایت جوابی چیکار کردن؟ جواب دادن. اما در اینجا یتیم و ورف این همه را برباد داد.